تو دل تاریکی شب یه صدای مرموز توی گوشت زمزمه میکنه. حقیقت اینجاست، فقط باید به من اعتماد کنی. اما یه لحظه صبر کن، این راه به کجا میره؟ فرقه اول، معبد مردم. این فرقه توی دهه 1950 در آمریکا شکل گرفت. جیم جونز که یک کشیش کاریزماتیک بود، با شعار عدالت و برابری صدها نفر رو دور خودش جمع کرد. اما این فرقه از یک گروه مذهبی به یک کابوس واقعی تبدیل شد. سال 1978 جونز پیروانش رو به یک پایگاه دور افتاده تو جنگل‌های گویان برد. اونجا بهشون گفت سیانور بخورید تا به بهشت برسید و در کمال تعجب 918 نفر از جمله بچه‌ها این کارو کردن. توی چند ساعت همه اونا مردن. نوارهای صوتی از اون روز هنوز وجود داره که صدای گریه و فریاد بچه‌ها تو شنیده میشه. چطور یه نفر میتونه این همه آدم رو متقاعد کنه که مرگ راه نجاته؟ جونز با شستشوی مغزی و وعده‌های دروغین ذهنشون رو تسخیر کرده بود. فرقه دوم، شاخه داوودیان. این فرقه یه فرقه مسیحی توی تگزاس بود که دیوید کورش رهبرش ادعا میکرد پیامبر خداست. اونا باور داشتن آخر از زمان نزدیکه و باید برای جنگ آماده بشن. سال 1993 پایگاه این فرقه توی ویکو 51 روز توسط FBI محاصره شد. کورش به پیروانش گفته بود که این جنگ همون جنگ آخر از زمانه. در نهایت یه آتش سوزی عظیم 76 نفر از جمله بچه‌ها رو کشت. شایعات میگن کورش از خیلی از اعضا سوء استفاده کرده و اسلحه‌های عجیبی جمع کرده بود. چرا این آدم‌ها حاضر بودن برای کورش بمیرن؟ واقعا باور داشتن اون پیامبره یا فقط فریب خورده بودن؟ فرقه سوم، آقوری های فرقه هندی هن که از هندویسم جدا شدن. اونا توی قبرستون ها زندگی میکنن و آیین های عجیبی دارن که برای خیلی ها غیر قابل تصوره. شب‌های تاریک قبرستون های هند، جایی که آقوری ها با جمجمه های آدم و آیین برگزار میکنن و گاهی حتی گوشت اجساد رو میخورن. اونا میگن این کارا بهشون کمک میکنه ترس از مرگ رو نابود کنن و به خدا برسن. ترسناکه، ولی یه لحظه فکر کن، اگه این اعمال عجیب واقعا راز رسیدن به حقیقت باشه چی؟ این آدما دیوونن یا یه چیزی میدونن که ما نمیدونیم؟ فرقه چهارم، معبد خورشید. این گروه یه فرقه مخفی توی سوئیس و کانادا بود که ترکیبی از عرفان، مسیحیت و تئوری‌های فضایی رو تبلیغ میکرد. اونا معتقد بودن که بعد از مرگ جسمشون به یه ستاره دور فرستاده میشه. سال 1994 74 نفر از اعضای این فرقه توی خودکشی‌ها و قتل‌های دست جمعی مردن. اونا باور داشتن مرگشون روحشون رو به ستاره سیریوس میفرسته. اما ترسناکتر اینه که بعضی از اعضا نمیخواستن بمیرن و به زور کشته شدن. خونه هاشون پر از شمع و آیین‌های عجیب بود. چرا آدمای پولدار و تحصیل کرده تسلیم این باورهای عجیب شدن؟ آیا واقعاً چیزی توی اون ستاره منتظرشون بود؟ فرقه پنجم، مانسون. فرقه مانسون توی دهه 1960 در کالیفرنیا شکل گرفت. چارلز مانسون، یه خواننده شکست خورده، با حرفای عجیب جوونا رو دور خودش جمع کرد. سال 1969 مانسون به پیروانش دستور داد تا شارون تیت، یه بازیگر معروف هالیوود، و چند نفر دیگر رو با وحشیگری به قتل برسونن. اونا با خون قربانی‌ها روی دیوارهای شهر پیام نوشتن. مانسون با مواد مخدر و حرفای آخر از زمانی ذهن جوونا رو تسخیر کرده بود. چطور یه آدم معمولی میتونه اینقدر کنترل روی دیگران داشته باشه؟ هنوزم نگاه خیره مانسون توی عکس‌ها مو رو به تن آدم سیخ میکنه. از جنگل‌های گویان تا قبرستون‌های هند، این فرقه نشون دادن که یه رهبر کاریزماتیک و یه باور عجیب میتونه آدم‌ها رو به جاهای وحشتناکی بکشه. حالا شما بگید چه فرقه‌های عجیب و مرموزی رو میشناسید؟